گذشتمون. انشاءالله این نوبت هم فرصت همراهی شما تا پایان رو داشته باشیم و استفاده میکنیم از صحبت‌های دلنشین حجت الاسلام المسلمین تراشیون بزرگوار. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت همکاران خوبتون. انشاءالله امروز هم مطالب قابل استفاده ای رو برای بینندگان خوبمون بیان کنیم. انشاءالله. باز هم سوالات رو آقای حسین زاده عزیز دسته‌بندی کردن و در اختیار من گذاشتن. ما انشاءالله تو بخش دوم از اگر اجازه دادین از محضرتون میپرسیم. تربیت دینی فرزندان و مطالبی رو تو این زمینه بیان کردیم، به جمله بحث محبت رو گفتیم بعد از زاویه نگاه فرزندانمون محبت ما دیده بشه. نه اینکه ما صرفاً بگیم ما داریم محبت میکنیم ولی او دریافتی نداشته باشه. این اثر رو تو تربیت میاره پایین. اما یکی از نکات مهمی که باز در تربیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تربیت وجود داره اینه که ما فرزندانمون رو سعی بکنیم که با مفاهیم خوب هم مرتبط بکنیم. حالا اگر اجازه بفرمایید این مفاهیم رو یه دسته‌بندی میکنم، میگم چه جور مفاهیمی. ببین اول گفتگوهای ما باشون گفتگوهای خوبی باشه. یعنی مراقب باشیم که ما داریم نقش در حجر رو بالاخره رقم میزنیم. یعنی داریم حک میکنیم در ذهن اونها. یعنی بدونیم چی به بچه هامون میگیم. بچه هامون رو میخواییم الهی بار بیاریم، دنیایی بار بیاریم، مادی بار بیاریم، چجوری میخواییم بار بیاریم تربیتشون بکنیم. این باید تو گفتگوهای ما باشه. اینا تک تک این جملات داره میره در ذهن اونها نقش میبنده. پس اولی محتوا رو ما والدین داریم انتقال میدیم. چقدر تأکید شده دیدیم میگن این بچه وقتی به دنیا میاد در مرحله اول در گوشش اذان اقامه بگید. یعنی قبل از اینکه سخنی به گوش او برسه شما بهش بگین که اومدی برای بندگی کردن، مسیر رو مشخص کنیم. یا مثلا در روایتی داریم که فرمودن بچه‌ها وقتی به کلام میان اولین جمله‌ای که بگن این باشه لا اله الا الله. بعد حضرت فرمودن شیطان در اینها نفوذ نمیکنه. یعنی ما پدر و مادر میتوانیم محتوای خوب رو به فرزندانمون انتقال بدیم. بعد این رو ما دقت. دومیش قصه ها و داستان هایی که برای بچه هامون میگیم. یه موقع میاییم مثلا قصه دیو و پری میگیم و نمیدونم جن و نمیدونم فلان برای بچه ها. خب خیلی آثار تربیتی نداره. یه جایی هم ممکن حتی آسیب تربیتی هم برای فرزندان ما داشته باشه. چون میدونیم بچه ها با شخصیت های داستان همزاد پنداری میکنن. یعنی خودشون میزنن جای شخصیت داستان و از او دارن نقش پذیری میکنن. خیلی هم عمیق روشون اثر میگذاره، خصوصا داستان که یکی از ابزار تربیتیه. ما میگیم از داستانهای خوب برای بچه ها حتما استفاده بکنیم. بعد جزئی از عوامل مؤثر در تربیت رو قطعا داستان بدانیم. نکته سوم توی محتواها گاهی اوقات اشعار و شعرهایی که برای بچه‌ها خونده میشه، خب اینا خیلی خوب تو ذهن بچه‌ها نقش می‌بنده. من یه موقعی به شهری رفته بودم، حالا برای برنامه بریم، اون محل برنامه داخل وسط بازار اون شهر بود. یه ماشین رو هم نبود، همین داشتیم قدم می‌زدیم می‌رفتیم. یه موقع دیدم یه پیرمردی داره جلو ما میره عصا زنان و داره تبلیغات تلویزیونی رو زمزمه میکنه. یعنی چجوری اثر میگذاره از بس اون رو شنیدیم. بله، یعنی در حال الان تو باید ذکری بگی، ارتباط با خدا بدی. میدونی این میره در ذهن اثر میگذاره، میشینه در ذهن افراد. بچه‌های ما که خیلی پذیرششون بیشتره. حالا ببین ما چه اشعاری رو براشون میخونیم، چه شعرهایی رو براشون میخونیم، چه لالاییایی رو براشون میخونیم. اینا جزو محتوایی که داره در تربیت اونها اثرگذاری میکنه. یکی دیگه محتوا قرآن است. یعنی بچه‌ها رو حتما ما باید با قرآن مأنوس بکنیم، ارتباط بدیم. تقریبا بچه‌ها بعد به تولدشون باید با قرآن مأنوس باشن. حالا انس با قرآن این که لزوما مثلا یه بالشتک قرآنی زیر سرشون بذاریم که نه،
بچه الان خون از نوای قرآنی پخش بشه، شبکه قرآنی روشن باشه، رادیو قرآنی روشن باشه، رادیو تلاوتی روشن باشه. یعنی بچه ها این انس با قرآن رو در اون محیطی که درش قرار دارن پیدا بکنن. ولی الان خود این بچه ممکنه مفاهیم قرآن رو متوجه نمیشه، یه موقعی 2-3 سالشه، ولی همین شنیدنه برای بچه ها میتونه اثرگذار باشه که اون انس و علاقه شکل بگیره که انشالله در سنین بالاترم بیشتر مرتبط بشم. یکی دیگر نکات، حالا من میخوام یه مقدار سنین رو بیارم بالاتر. ببینید در یک دوره‌ای واقعا ما باید به صورت موضوعی برخی از آیات قرآن رو با بچه‌ها کار بکنیم. نمیگم حفظ بکنن، اما چقدر مفاهیم زیبا و که میتواند رفتار بچه‌ها رو متأثر از خودش قرار بده در قرآن داریم. درباره مفاهیم اخلاقی، مفاهیم رفتاری، اینها رو به بچه‌هامون بگیم، براشون بخونیم، آیات رو بخونیم، ترجمهش رو بخونیم. گاهی اوقات برخی اینا شأن نزول‌ها، داستان‌های زیبایی داره، برای بچه‌ها بیان بکنیم. اینا داریم اون ذهن بچه‌ها رو، اون شاکله فکری بچه‌ها رو، اون شاکله شخصیتیشون رو با اینا شکل میدیم. لذا انس با قرآن یه بخش، ارتباط با مفاهیم قرآن متناسب با سنشون هم یه بخشه. این رو حتما در محیط خونه داشته باشه. الان هم کسی نمیتونه میگه آقا در دسترس نیست. یعنی شما چقدر کتاب‌های خوبی درباره آیات موضوعی نوشته شده، برای عموم جامعه هم نوشته شده. خدمت شما عرض بکنم که الان با یه سرچ ساده گاهی اوقات آدم میتونه با سایت‌های معتبری که تو این زمینه بالاخره کارهای خوبی کردن مرتبط بشه، از محتواهای او استفاده بکنه. امکانش براتون فراهم هست یکی دو تا آدرس خوب بدین، یا مثلا کتابی چیزی از معرفی بکنید، چون همونجور که فرمودید سایت‌های زیادی هست و کتاب‌های زیادی هم هست در این حوزه. منتها اینی که در بین اینا کدوم بهتره من برای فرزندم بگیرم. بعد یه سوال دیگه هم، حالا کتاب راجع به قصص قرآنی و مفاهیم و مضامین قرآنی هست درباره که مخاطبش نوجوان‌ها باشن، حالا مثلا تو سنین 7-8 سال به بالا و این. ولی آیا درباره احادیث هم داریم؟ مثلا میگم مجموعه احادیثی رو جمع آوری کرده باشن در یک مجموعه، در یک کتابی که اینا متناسب با سن نوجوانه، یعنی یه نوجوان این احادیث رو بخونه بیشتر لذت میبره. بله. داریم چه؟ بله، خدا رحمت کنه مرحوم آصد کاظم آقای عرفه رحمت الله علیه که اخیراً هم از دنیا رفتن. خدمت شما عرض کنم ایشون یک مجموعه کتاب‌هایی داشتن، 14 جلد بود، سیره عملی و کلامی اهل بیت. اصلا برای نوجوان‌ها هم نوشته شده بود که شما در بخش پایانی هر یک از این کتاب‌ها احادیث موضوعی آورده شده بود که اینا بیشتر سبک و سیاقش برای رفتار و کردار نوجوان‌ها و جوان‌ها بوده. با چه عنوانی میشه پیدا کرد؟ همین عنوانش همینه، سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. تو آیات موضوع هم کتاب‌های متعددی هست، یه مجموعه رو جناب آقای قرائتی دارن آیات موضوعی، اونم خیلی خوب و کاربردی و فهرست خوبی داره که میتونن از اونم چیکار بکنن، استفاده بکنن. ببینید ماها برنده بودن اون باید اینجوری باشه، ولو شده مثلا هفته یک بار، هفته 2 بار ما پدر مادرها یه گعده های رو خونه داشته باشن، مثلا یه آیه رو مامان قبلا کار کرده باشه پیدا بکنه. بالاخره محیط تربیتی خانه رو هم بهتر از هر کسی میشناسه، متناسب با بچه ها گفتگو بکنه. ما این گعده ها رو کم داریم و الان شما میبینید ایام نوروز هم پیش رو داریم. خیلی خوبه که ما تو این محافلمون، جلساتمون، مهمونی رفتنهامون حتما یادی از اهل بیت بکنیم. من یه خاطره کوتاهی رو برای بینندگان خوبم عرض بکنم. یه حاج آقای اونجا منو دید، خب میشناخت بنده رو. حاج آقا من میخوام یه خاطره از مرحوم حاج آقای مجتهدی تهرانی براتون بگم رحمت الله علیه. ما اواخر عمر ایشون رفتیم خدمتشون، گفت دیگه تخت بودند و یه موقعی به هوش می اومدن دوباره از هوش می رفتن. ما لحظاتی رفتیم و پزشک ایشون اومد و سرامی بهشون زد و آمپولی زد و هم لحظات به هوش آمدن. خب ما را میشناختن، رو کردن که یه بالشتی پشت من بگذارید، یه ذره نیمخیزم شدند و صداشون هم خیلی ما به سختی میشنیدیم. اونجا یه نکته‌ای درباره اهل بیت گفتن، یه توصیه اخلاقی به ما کردن.
بعد فرمودن تو همون حالت ایشون فرمودن که ترسیدم تو این لحظه‌ای که به هوش آمدم یادی از اهل بیت نکنم، روز قیامت وبال بشه این زمان برای من. بعد گفت دوباره ایشون از هوش رفت دوباره. یعنی ببینید اینجوری میگن ما باید ارتباط با اهل. حالا ما گاهی اوقات نمیخوایم بگیم که ما تواناییش رو داریم، علمش رو داریم، ولی میشه مثلا توی مجلس اهل بیت در مجلس مهمانی حضور داریم ولو به ذکر یک صلوات، یعنی یاد بکنیم اهل بیت رو تو محفل خودمون. حالا تو محیط خونم خیلی خوبه که بچه‌ها رو تو این دورانی که داره اون شاکل ذهنیشون شکل میگیره محتواهای از جنس روایات و آیات رو که کاربردی هم براشون باشه براشون ما چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. اگر وقت هست من یه نکته دیگر هم عرض بکنم. پس تو این داریم میگیم چطور محتواهای ذهنی بچه‌هامون رو شکل بدیم، راهکارهایی رو بیان که این راهکار آخری هم من عرض بکنم. اصلا خود سیره اهل بیت علیهم السلام، ما درباره زندگی اهل بیت علیهم السلام با بچه‌هامون زیاد صحبت بکنیم. دیدیم برخی ویژگی‌هایی که یه مقداری بیشتر درباره صحبت میشه تو نسل ما قشنگ شکل میگیره. مثلا سخاوت، جود. مثلا می‌بینیم چقدر مثلا جمعیت زیادی از جامعه ما دوست دارن به دیگران کمک بکنن، خیراتی داشته باشن. شب عید میشه مثلا در حد توانشون بسته معیشتی برای کسی فرا. خب اینا میدونین برگرفته از همون مفاهیمی که از دور کودکی اینا شنیدن. وقتی نشست پای مکتب امیرالمومنین که امیرالمومنین شبانه در خانه افرادی که نادار بودن کمک میکنن، خب این تو ذهنشه، دوست داره این شبیه سازی رو انجام بده، خودش رو هم شبیه اهل بیت بکنه تو این زمینه. برخی موضوعات دیگه مثلا شما الان پیاده روی اربعین، خب این جمعیتی که میاد حضور پیدا میکنه اون گرما و گرد و غبار و خاک و اینها رو همه رو به جان میخره، این مسیر رو با سختی حرکت پاش تاول میزنه، باز میبینیم سال آینده با عشق حضور پیدا. خب ببین این از بچگیش نشسته درباره اسارت حضرت زینب و حضرت رقیه شنیده. یعنی اگر غیر از این اتفاقی بیفته ما باید تعجب بکنیم. یعنی ببینید وقتی این مفاهیم به بچه‌ها انتقال پیدا میکنه این تو ضمیر ناخودآگاهشون میشه جزء از ویژگی‌های شخصیتیشون. چه خوبه ما تو خونه این بالاخره به تعبیر گعده‌ها رو داشته باشیم، زندگی اهل بیت رو برای بچه‌ها بگیم، خصوصیت‌های رفتاری اهل بیت رو برای بچه‌هامون بگیم. اینا داره کمک میکنه با اون مدل سازی شکل‌گیری شخصیت بر اساس مبانی تربیتی و دینی. زنده باشین. به نظرم همه اینا به جای خود یه نیت هم آدم بکنه از خود اهل بیت هم کمک بخواد در این راستا محاله، غیر ممکنه که توجهشون و هدایت‌هاشون شامل حالمون نشه، از روش‌های مختلف مدد میرسونن. انشاءالله که همه پدر مادرها که در واقع دغدغه تربیت فرزند دارن و هممون هم اینطوری هستیم مشمول لطف اهل بیت باشیم. آقای فاصله بگیریم بعد برگردیم من سوالات مردم رو بپرسم. زنده باشین، خدمت از ماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. محیط ناسالم خارج از خانواده چقدر در تربیت و یا عدم تربیت صحیح فرزندان میتونه اثر داشته باشه؟ منظورم اینه که یک محیط سالم خانوادگی برای تربیت صحیح فرزندان کافیه؟ این سوالی بوده که یکی از شما زحمت کشیدین ارسال کردین از طریق 3720 و من مطرح کردم. مجاهدترشون پاسخ. خواهش میکنم. تشکر میکنیم از سوالشون. گاهی اوقات آدم لذت میبره دقت نظرهای والدین محترم، خانواده‌های محترم رو که میبینه. ببینید محیط یک مفهوم عام داره، فقط اطلاق به محیط خانه نمیشه، ولی اونجا یه حسه مرکزیه. یعنی حتما محیط خانه باید محیط سالمی باشد، ولی این به معنای این نیستش که اگر محیط خانه سالم بود ما بچه‌هامون رو تو هر محیط آلوده‌ای ببریم و فکر کنیم که تأثیری از اون محیط نمیگیرم. نه، باید دقت بکنیم. یعنی مثلا میخوام بگم یه موقعی ما میخوام فرزندم یه پارک ببرم، میگم فلان روز ببرم بهتره، محیط پارک خلوت‌تره، آسیباش کمتره، باید همون روز ببرم. یه موقعی ممکنه اگر فلان روز ببرم اونجا نه، خیلی فضاش شاید مناسب برای فرزند من نباشه. خب اون روز
تو برنامه ریزیام نیارم و نبرم فرزندم. به رغم اینکه فرزندم دوست داشته باشه اون روز شلوغی که اتفاقا مشکل هم هست. آره بله، یعنی اثر میگیره. ولی این جایگاه میشه با یه جایگزین‌های مناسبی پرش کرد. مثلا میبینیم مثلا بگیم پارک یا خونه خاله، بگه خونه خاله رو بیشتر دوست دارم. اینجا دو تا نکته رو ما والدین باید توجه کنیم. یکی، ما باید پیش دستی بکنیم. یعنی میدونیم الان یه روز جمعه بچه بیکار تو خونه یه چرخی میزنه، حوصله‌اش سر میره، بریم پارک. به قول شما دیگه اینجا قفل میکنه روی پارک. ولی قبلترش خب من میدونم فرزندم رو رویش چطوره، اصلا از همون صبح براش برنامه بریزیم که مثلا امروز اصلا میخوایم بریم کوه، میخوایم بریم یه دشتی، میخوایم بریم نمیدونم خونه دایی. یعنی اون جا رو من بگم قبل از اینکه او به ذهنش خطور بکنه که نه حوصله‌ام داره سر میره یه جایی بخوام برم. این نکته اول توی پیش بینی ها ما باید داشته باشیم. نکته دومی که باز اینم مهمتره، یه قانونی وجود داره. بچه‌ها جای خوشن که گروه همسالشون بیشتر اونجا حضور داشته باشه. یعنی اگر یه جایی رو دیدیم بخوایم به عنوان جایگزین معرفی کنیم، جایی باشه که بچه‌های همسن و سالش هم باشن. مثلا 2 تا خاله داره، یکی از خالا بچه همسن و سال او رو داره، قطعا این فرزند ما بیشتر علاقه پیدا میکنه اون خونه این خاله بره تا اون یکی که مثلا بچه نداره یا بچه‌هاش بزرگن. این ملاحظات روحیات بچه‌ها رو ما باید مورد توجه قرار بدیم و بر اساس اون برنامه ریزی‌ها رو داشته باشیم. اما من دوباره برگردم سر محیط. ببینیم برخی محیط‌های اختیاریه برای ما، امکان انتخابش وجود داره. اینجا هم باید دقت بکنیم که بچه‌مون رو وقتی می‌خوایم به یه محیطی بسپاریم، مثلا به یه مهدی بسپاریم، ما مردد بین 2 تا مهدیم، یکیش واقعا محیطش بهتر از اون یکیه، خب این یکی ببریم. 2 تا مدرسه از محیط بهتره رو فرزندمون رو ببریم. نه اینکه بگیم حالا مردم که همه دارن میذارن اینجا ما هم بذاریم دیگه، طوری میشه دیگه. نه، ببین ما نسبت به تربیت فرزندان مسئولیت داریم. لذا باید محیط خوبه رو چیکار بکنیم یا بهتره رو انتخاب بکنیم برای فرزندم. پس این محیط‌های مکمل که در راستای تربیت بچه‌ها هست باید مورد توجه ما خانواده‌ها قرار بگیره، بهترین جا انتخاب بشود. خیلی ممنونم. آقای تراشیون، شما تهدید فرزندانو به محرومیت از چیزی که خیلی بهش وابسته هستن توصیه میکنید؟ مثلا محرومیت از تبلت و موبایل، با توجه به اینکه مثلا خیلی اون بچه دوست داره تبلت و موبایل، محرومش کنیم به عنوان تنبیه مثلا. ببینید خیلی مواقع این تهدیدات یا محرومیت ها اگر محدود باشه، مثلا ما بگیم آقا الان از موبایل ماهی یه بار ما محرومش میکنیم، این معلوم محیط تربیتی خوبه. یعنی حتی یه ماه یه بارم یا موقعی ممکنه زیاد باشه ولی حالا ما حداقل رو مطرح میکنیم. ولی موقعی نه، روز چند بار نه اصلا دیگه اجازه نمیدم، کلا عصبی شده بابای تبلیغ گرفته از پنجره. نه حالا من یه زاویه دیگر رو دارم نگاه میکنم. یعنی میبینم این بچه انقدر خطاهاش داره زیاد میشه، منم مجبورم دائم تهدیدش بکنم. این معلومه محیط تربیتی رو ما باید یه ویرایشی بکنیمش که این بچه اینقدر نیاز به تهدیدهای مختلف داره. این راننده مثلا الان من از شما بپرسم آقای قوامی عزیز، شما به هیچ راننده مجوز این رو میدین که جایز باشه ما یه بار تصادف کنه؟ خیر. نه. حالا اگه این راننده هر روز تصادف کنه، این راننده نیستش، این بعد اصلا ماشین ازش گرفت. یه موقعی تو تربیت هم همینه، بچه‌ها وقتی زیاد خطا میکنن معلومه پدر مادر و روش‌های تربیتیمون خوبه. اما تو نکته کلی هم اینجا عرض بکنم، باز ما اعلام میکنیم رسما که هرچی بچه‌ها دیرتر با تبلت موبایل مأنوس بشن بهتره. سن نمیتونیم بگین؟ نه نمیشه گفت، میدونید متفاوتن بچه‌ها. بله. شرایط هم شرایط متفاوته، هم خانواده‌ها متفاوتن، هم نحوه استفاده متفاوته. مثلا شما یه موقعی می‌بینید دوره کرونا بود، البته ما معتقدیم در دوره کرونا اشتباه بزرگی بودش. ما 14 میلیون دانش آموز رو کوچشون دادیم به فضای مجازی. بعد اندیشمندان جامعه میشستن راهکارهای بهتر رو انتخاب، یعنی ما متاسفانه ساده ترین راه رو انتخاب کردیم و بدترین راه رو که هنوز هم داریم عوارضش رو میدیم. بریم الان پای صحبت درد و دلای خانواده ها بشین ببین چی دارن میکشن. خیلی
ولذا به زعم بنده حتی اون کسانی که این تصمیمات رو گرفتن الان باید پاسخگو هم باشن، یعنی بیاریم واقعا پاسخگوشون کنیم چرا این تصمیم رو گرفتید. چرا؟ چون ممکن الان بگیم آقا گذشت دیگه، ولی درس عبرت میشه برای دیگران بعدی ها که سری مثلا دوباره آسیبی دیده میشه، سری کوچ ندن بچه ها رو به فضای مجازی. ساده ترین راه رو انتخاب نکنن. بله، نه، راهکارهای جایگزین قطعا وجود داد، راهکارهای بهتر قطعا وجود داشته. اگر متفکرین جامعه رو جمع میکردن، نمیگم مثلا 1000 نفر رو جمع کنن، شناسایی بکنن کسایی که در حوزه تربیت، در حوزه آموزش، در حوزه نظامات آموزشی سررشته داشتن، قطعا اینا میتونستن با همفکری راه بهتری رو، ولی مقدار سخت‌تر. آقا امیرالمومنین فرمودن دیگه، گاهی اوقات بهترین راه‌ها ممکنه سخت‌ترینش باشه، بهترین کارها سخت‌ترینش باشه. نباید ترس داشته باشیم، باید بهترین راه رو انتخاب بکنیم ولو اگر سختم بوده. این ساده ترین کار بودش. اما هرچی دیرتر بچه ها مرتبط با این فضا بشن به نفع خودش رو. حالا انشالله اگر یه موقعی فرصت شد من دلایلش رو میگم تو هم بحثای ابتدایی که چرا واقعا ما میگیم بچه ها رو دیرتر با فضای مجازی باید چیکار بکنیم، آشنا بکنیم. بله، خیلی ممنونم استاد تراشیون عزیز. این آخرین برنامه‌ای بود که ما تا قبل از ماه مبارک خدمت شما بودیم، با افتخار بود بر ما و استفاده کردیم. در ماه مبارک سعادت این که در محضر شما باشیم نداریم. انشاءالله به شرط حیات و توفیق بعد از ماه مبارک رمضان اولین سه‌شنبه خدمت شما باشیم و بتونیم بحثمون ادامه بدیم و باز هم پرسش‌های مردم که باقی مانده رو انشاءالله در برنامه‌های بعد از ماه مبارک رمضان از محضرتون سوال در واقع بپرسیم. سوال توی ماه مبارک رمضان به صورت ویژه دیدن دوستان و با موضوع معاد خدمت استاد محمدی هستیم، الحمدلله هستیم عمدتاً و دلمون برای شما تنگ میشه. بزرگواری توی این مدت حتما ما رو یادتون نره برامون دعا. بزرگواری من بینندگان خوبمونم تقاضا میکنم در این ماه مهربانی خدا، ماه رمضان، حتما برای هم دیگه دعا بکنیم، برای عاقبت به خیریه بچه‌هام دعا بکنیم، هوای بچه‌هامون هم بیشتر انشالله داشته باشیم. الهی آمین. انشالله پیش هم ماه مبارک رمضان هم سال نو به شما مبارک بشه. لطفاً خیلی ممنونم، زنده باشین. خیلی ممنونم. تشکر فراوان بابت همراهیتون. ممنونم دل دادید به برنامه خودتون و عزیزانتون در پناه قرآن و اهل